سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قطعه شماره 21 از کتاب گلنار استاد پشنگ کامکار رو کار میکنیم. قطعه لیلا خانم ترانه بیرجندی. قطعه خیلی خیلی زیبایی هست و اجراهای متفاوتی ازش هست، میتونید سرچ کنید و ببینید اجراها رو. این قطعه لنگ هست چون 5/8 یعنی 5 تا نوت چنگ توی هر میزان و یه مقدار با خیلی از قطعه هایی که تا الان زدید ممکنه متفاوت باشه. حالا در موردش با هم دیگه صحبت میکنیم و توضیح میدم بهتون. قبل از هر چیز ممنون میشم که لطفاً حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت بکنید، این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، کمک بکنید هم دیگران از این ویدیوها استفاده بکنن و هم انرژی و انگیزه بیشتری من داشته باشم برای اینکه این مسیر رو با هم هرچه بهتر ادامه بدیم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب این قطعه شماره 21 گفتیم 5/8 هست. 5/8 یعنی در هر میزان معادل 5 تا نوت چنگ داریم و خب چون داخل میزان تقسیمات نامساوی داریم، این قطعه جزء قطعات لنگ محسوب میشه. همونطوری که میبینید بالای قطعه که عبارت تمپو رو مشخص کرده نوشته سیاه به اضافه سیاه نقطه‌دار مساوی 40 و بعد تو پرانتز نوشته 2 به اضافه 3، یعنی اینکه میزان ما به یه بخش دوتایی و یه بخش ستایی تقسیم شده. به خاطر همین لنگ نامساویه. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. یه بخشش طولانی تر از یه بخش دیگه است. پس وقتی ما میخوایم بشماریم به این صورت میشماریم 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 و با هر شماره یه نوت چنگ میزنیم. پس سیاه میشه 2 شماره، سیاه نقطه دار میشه 3 شماره. اون توی میزان اول اون دویی که زیرش 8 نوشته منظور دوی بم هست که حالا توی خرک اول سنتور، خرک می سیمای زرد رو ما معمولا به جای نوت می 2 کوک میکنیم که از این نوت استفاده کنیم. شما اگر داریدش که چقدر بهتر، از این نوت دوی پایین استفاده میکنید، اگر نه همون دوی بالا رو میزنید. خب میریم از اول شروع میکنیم و اگر نکته خاصی بود با هم دیگه بررسی میکنیم. نوتامون هست سل سل دو سل دو سل دو سل. خب من به دو شکلش براتون اجرا میکنم. چیزی که با دوی پایین میتونیم بزنیم میشه سل سل دو سل دو سل دو سل، ولی اگر با دوی بالا بزنیمش میشه خب قطعا با دوی پایین بهتره، ولی به شرط اینکه داشته باشیدش. اگر نداریدش از دوی بالا استفاده بکنید. خب با شمارش میزنیمش این دو میزانو و یه تکرار دو میزان هم که داره. میشه 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. میریم قسمت بعد. سی دو ره ره می ره می ره دو ره دو ره دو سی دو ره دو ره سی. اجراش میکنیم. سی دو ره ره می ره می ره دو ره دو ره دو سی دو ره دو ره سی. میشماریم 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3. قسمت بعد دوباره همینه نوتش. سی دو ره ره می ره می ره دو ره دو ره دو سی دو ره دو ره سی. پس عملا این ملودی داره 3 بار اجرا میشه. حتما به راست چپش دقت کنید که مثل خودش اجرا بکنید. میریم جمله بعد، خط سوم، میزان سوم. سی دو سی ره دو سی دو سی ره دو سی دو لا سی سو لا فا سی لا سی دو سی سی لا سول لا سی لا سول. اجراش میکنیم روی ساز این قسمت رو. سی دو سی ره دو سی دو سی ره دو سی دو لا سی سو لا فا سی لا سی دو سی سی لا
میشماریم 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 و 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 1 2 3. مثل قطعات 6 8 هر جا نوت دو لاچنگ داریم او اضافه میکنیم دیگه. اینو نیازی ندیدم که بگم. و اگه دقت کنید دیگه الان اینجا یه خورده سرعت نوت‌خوانیمون بالاتر رفته، یه خورده جمله ها رو طولانی‌تر میگیرم برای اینکه به هر حال سطح شما اومده بالاتر. اگر که توی نوت‌خوانی ها مشکل دارید حتما باید برید روی کتاب شیوه سنتور نوازی و دستور سنتور یه مقدار بیشتر کار بکنید. اونجا خیلی با جزئیات بیشتر هم نکته ها رو گفتم، هم با سرعت کمتری نوت‌خوانی میکنم، ولی اینجا دیگه احساس میکنم که هم دیگه شما بلدید و هم از حوصله هنرجویی که به اینجا رسیده خارجه که من بخوام بیشتر از این در مورد جزئیات توضیح بدم. خب ادامه قطعه از خط 4 میزان آخر. سی دو سی ر دو دو ر دو ر سی. این جمله باید 3 بار اجرا بشه و بعدش سی دو سی ر دو دو سی لا سی لا سل سی لا سی دو سی سی لا سی دو سی سی لا سل لا سی لا سل. اجراش میکنیم. سی دو سی ر دو دو ر دو ر سی. 3 بار. حالا سی دو سی ر دو دو سی لا سی لا سل سی لا سی دو سی سی لا سی دو سی سی لا سل لا سی لا سل. موضوع اون سکوت چنگی که اول میزانمون هست باشید که کششش دقیقا رعایت بشه. با شمارش میزنم 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 و 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 و 2 1 2 3. بسیار عالی. بریم یه دور با مترونوم بشنویمش. بچه‌ها این مترونوم میخواید با مترونوم بزنید، خب روش‌های متفاوتی براش هست. مثلا میتونید شما مترونومتون رو بذارید روی 0 ضربی و سرعت 40. مترونوم برای شما میزنه تیک تیک 1 1 و شما فاصله دو تا ضرب رو باید به 5 قسمت تقسیم بکنید. یعنی بگید 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. خودتون باید تقسیمات رو انجام بدید که خب نیازمند اینه که یه مقدار تجربه بیشتری داشته باشید. برای اینکه راحت تر باشید بهتره مترونومتون رو بذارید روی 5 ضربی. ولی خب سرعت 5 برابر میشه دیگه. مثلا الان سرعت 40 هست. 40 برای زمانی که شما توی هر ضرب مترونوم میخواید 5 تا بزنید. حالا که تو هر ضرب مترونوم قرار یکی بزنید سرعت رو باید 5 برابر کنید. یعنی باید بذارید مترونومتون رو سرعت 200 و 5 ضربی. حالا اگر 5 ضربی مترونومتون نداره چون بعضی مترونوم‌ها ندارن، میتونید بذارید رو 0 ضربی ولی رو همون سرعت 200 دیگه. سر و ضرب رو ندارید دیگه، سر و ضرب رو باید ذهنی حساب کنید. ولی اگر داشته باشه چقدر بهتر. حتی بعضی از مترونوم‌ها خودتون میتونید براش ریتم بسازید. یعنی میتونید خودتون بهش بگید که به صورت 2 تا 3 تا بشماره. یعنی 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. بعضی مترونوم‌ها اینطوری هستن. حالا من حالت ساده شدهش رو همون حالت 5 ضربی و 200 گذاشتم. اینطوری براتون اجرا میکنم که بشنوید و بدونید شما باید چیکار کنید. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3. این هم اجرای قطعه با مترونوم. حالا اگه دوست داشتید شعرش رو روش بخونید، شعرش هم خیلی قشنگه، براتون با شعرش اجرا میکنم. میتونید همیشه وقتی قطعه‌ای که شعر داره میتونید برید آهنگ اصلیش رو دانلود کنید، گوش بدید و بر اساس صدای خواننده بخونید. چون خیلی وقتا کامنت میذارید که با شعر اجرا کنم. ما موضوع بحثمون خیلی شعر نیست، بیشتر قراره روی ملودی کار بکنیم و تکنیک هایی که داریم و
حالا اصول اولیه نوازندگی. حالا اینو براتون با شعر اجرا میکنم، بشنویدش و اگر دوست داشتید با شعر تمرین کنید. نگارینا قد چارشونه داری لیلا خانم، کنار خونه ما خونه داری لیلا خانم، همون خونه که رو بر قبله باشه لیلا خانم، خودت مست و ما رو دیوونه داری لیلا خانم جان، لیلا 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 وفای تو رو گردون، ناز غم زکای تو رو گردون، چشمای سیای تو رو گردون، راه میری نازک نازک جون، قد و بالای تو رو گردم های لیلا لیلا لیلا. این هم اجرای این قطعه باشه. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ممنون میشم که لطفاً حتما لایک کنید، کامنت بذارید، حمایت بکنید که این مسیر رو با هم دیگه هر چه بهتر ادامه بدیم. خوب و خوش باشید.